هر وقتی که به ترک آمدید با نیرنگ‌های یخم‌فروشای سریراهی باور نکنید، زیرا که آنها شما رو فریب میدهند. هر گونه بازی‌های شوق‌آور انجام میدهند، در آخر مراجعین رو به شما میدهند نه اینکه هدیه با نرخ گران 10 برابر گران از دیگر نقطه‌های فروش مقرری به شما میدهند. ایول ما میسنجیم و برنامه ما رو بیننده باشید. بینندگان گرامی دیده چی گونه مردم رو نیرنگ هنگامی که مرا یخموس رو نگرفتی اونها به غضب شده با شما با خبه معامله میکنند. ما را پیگیر باشید.